ما یک بنده بیچاره هستیم. دل ما هر یک زدن دل ما از الله اجازت میپرسد. الله مهربان اجازت میدهد. یگان مرتبه الله به تو نه نگفته است. تخمینا دل ما 100,000 مرتبه میزند. الله یگان بار نه گفت. هر یک نفس گرفتن ما شیشهای ما از الله اجازت میپرسد. الله یگان بار نه گفت. حتی کار حرام کردن ما، حتی که زنا کردن ما، حتی غضب الله را آوردن ما، حتی ناحق باشیم، حتی ظلم کنیم، حتی آدم را خفه کنیم، حتی دزدی کردیم، حتی کارهای حرام کردیم، حتی عمل کفر را کردیم، حتی در همون حالت چیزهای حرام را خوردیم، لیکن دل تو از الله مهربان اجازت میپرسد. الله یگان بار نگفت. امروز برادر برای یک خطاگی از یکدیگر قهری هستند.